دوستان عزیز، مهمانان گرامی، خوشحال هستم که پیام صوتی و ویدیویی خود با مناسبت کنفرانسی که امروز 3 جنوری 2026 از طرف نهاد بیرلیک یولی در حوالی امستردام برگزار میشه خدمت شما تقدیم کنم. برگزاری همچو کنفرانس ها در شرایط امروز که ما در بدترین لحظات یأس، ناامیدی و بربادی قرار داریم، برگزاری کنفرانس ها به ویژه از طریق جوانان میتونه نقش بسیار اساسی را برای امروز و آینده مملکت انجام بده. ما بسیار علاقمند بودم که امروز در این کنفرانس حضور داشته باشم و حرفای دل خود با مهمانان عزیز، اشتراک کنندگان و نهاد برگزار کننده بگویم، اما به دلیل مشکلات صحی من نتانستم که در این کنفرانس بیم و حال از طریق این ویدیو کلیپ کوتاه حرفای دل خود برای نهاد برگزار کننده و اشتراک کنندگان در میان میگذارم. من فکر میکنم که افغانستان طی 48 سال جنگ متداوم به حالت کنونی رسیده و در رأس این جنگ احزاب وابسته به بیگانگان و یا احزاب ایدئولوژیک که به خاطر منافع حزبی و گروهی خود قدرت حفظ کردن و هزینه قدرتشان بحرانات امروز، قربانی های امروز و تداوم جنگ است. امروز هر نهاد، هر شخص، هر اندیشنده، هر متفکر حق داره که درباره سرنوشت امروز و فردای مملکت بیاندیشه و رای حل هایی که در ذهنش میگرده و رای حل ها را با دیگران در میان بگذاره. مطالعه 48 سال جنگ، مطالعه کارنامه های احزاب حاکم، مطالعه کارنامه های افراد و گروه ها یک چیز ثابت می سازه که افغانستان، مملکت عزیز ما، به یک تحول بنیادین ضرورت داره. من این تحول بنیادین در 4 نکته خلاصه می کنم. اگر 4 گپ صورت بگیره، افغانستان به صلح و یک دولت سازنده و سالم میرسه. عنصر اول جنبش های اجتماعی است. عنصر دوم استقرار دولت زنانه است. عنصر سوم سکولاریسم است. عنصر چهارم عدالت انتقالی است. 4 عنصر میتونه این بحران بزنه. عنصر اول جنبش های اجتماعی. ما طی 48 سال یا از طریق سازمان ملل متحد یا از طریق همسایگان یا از طریق قدرت‌های بزرگ امپریالیستی مانند امریکا و اتحادیه اروپا شاهد تحولات اساسی در کشور خود بودیم یا اتحاد شوروی. تا وقتی که جنبش های اجتماعی به وجود نبیه
یعنی جنبش زنان، جنبش جوانان، جنبش های طبقاتی، جنبش های بیکاران، جنبش های پیشوران و در درون از یک آگاهی واقعی شکل نگیره، افغانستان راه خوشبختی را طی نخواهد کرد. بگذار که ای بار مانند بهار عربی، مانند جنوب اروپا، مانند کشورهای امریکای لاتین جنبش های اجتماعی شکل بگیره و ما از طریق ای بیداری و ای آگاهی و ای جنبش های اجتماعی به یک تحول اساسی و بنیادین برسیم و ای جنبش هاست که دولت آینده را می سازه. نه ملل متحد، نه امپریالیزم، نه روس، نه امسایگان، بلکه ای جنبش هاست که ای بار باید دولت آینده را تعیین کنه و ای جنبش ها عمدتاً جنبش زنان و جنبش جوانان در بالا و جنبش های بیکاران و جنبش پیشوران و جنبش های فقراست. نتیجه که از این جنبش ها به وجود می آید ای بار یک دولت زنانه است. استقرار دولت زنانه حداقل برای یک مدت میتونه راهگشا باشه. 48 سال است که احزاب مردانه، احزاب جنگی، احزاب وابسته به بیگانگان، احزاب دلارگیر، احزاب کلارگیر باعث بربادی مملکت شده. بگذار که یک بار زنان آگاه، زنان معترض، زنان متخصص، زنان دانشمند، مادران دلسوز، خواهران آگاه قدرت سیاسی را به دست بگیرند. امروز بیش از 20 مملکت دنیا دولت‌های زنانه دارد. دولت زنانه به این معنا که رئیس جمهور زن باشه، صدراعظم زن باشه و کابینه 51% زن باشه و پارلمان هم 51% زنا باشه و مابقیش مردا باشه. کدام مردا؟ مردای زیر 50 سال. مردای زیر 50 سال، مردایی که نه در تفرقه قومی، نه در تفرقه ایدئولوژیک، نه در تفرقه هایی که باعثی دریای خون شده نقش نداشته باشند. دولت زنانه اجالتاً یک چیز نو است، میتونه راه نجات افغانستان باشد. عنصر سوم سکولاریسم است. دولت های دینی، دولت های جمهوری های اسلامی، سلطنت های اسلامی، امارت های اسلامی دیگر کارآمد نیست. ما لااقل طی 35 سال پسین، 33 سال پسین دولت های اسلامی را تجربه کردیم، این نتیجه نمیده. سکولاریسم مانند ترکیه، مانند مصر، مانند اندونزیا، مانند پاکستان، مانند سایر کشورهای اسلامی، 50 کشور اسلامی است، اما در اکثریت کشورهای اسلامی سکولاریسم است، یعنی دولت از دین جداست. یگانه راهی که میتونه در آینده افغانستان راه را باز کنه سکولاریسم است. هر دولتی که به وجود بیاید باید از دین جدا باشد. دین دوباره ما ببریم در قلب مردم، دین بگذاریم به یک امر خصوصی تبدیل کنیم. نکته چهارم عدالت انتقالی است. 48 سال است که در کشور ما جنایت صورت میگیرد. جنایت در سطح سیاست، جنایت در سطح دولت ها. احزاب و گروه ها و قدرت ها آمدن کشتن، میلیون ها انسان کشتن، میلیون ها انسان مهاجر کردن، پول و دارایی های مردم خوردن، بالای ناموس و حیثیت مردم تجاوز کردن، اما طی 48 سال یک نفر به جرم جنایت جنگی، به جرم جنایت دولتی، به جرم خیانت محکمه نشده. عدالت انتقالی میتونه ثبات و صلح دائمی را در افغانستان حاکم بسازد. البته عدالت انتقالی به شیوه افریقای جنوبی، به شیوه نلسون ماندیلا. عدالت انتقالی به این معنا نیست که انسانها را بگی تمام کسایی که 48 سال دولتداری کرده کلش بگی و زندانی که بکش. نه، عدالت انتقالی به مفهوم ایست که ما فراموش نمی کنیم. خیانت و جنایت هم میتونیم ببخشیم
مشروط به ای که حقیقت یابی شود، مشروط به ای که جانیان و خائنان یک بار بیان معذرت خواهی کنن از مردم. در اون صورت است که با صلح و عدالت تامین میشه. متاسفانه طی 48 سال هر خائن و هر جنایتکار که آمده دوباره تاج سر مردم شده. بنابراین من راه حل این بحران و اوضاع کنونی افغانستان در 4 نکته دیدم و این را پیشنهاد میکنم برای جوانایی که امروز این کنفرانس برگزار کردن که حرفای مرا هم با عنوان یک پیشنهاد مد نظر داشته باشند که 4 عنصر میتونه راه نجات افغانستان باشه که اون عناصر یک بار دیگه عرض میکنم که جنبش های اجتماعی، دولت زنانه، سیکولاریسم و عدالت انتقالی است. با امید روزی که ما بتانیم از طریق وحدت و همبستگی، از طریق تلاقی و تقاطی افکار و رایحل‌ها و پیشنهادها ما سرانجام یک راه حلی را برای کشور به خاک تپیده و خون تپیده خود پیدا کنیم که دیگر نسل‌های بعدی همین راهی را که ما رفتیم دیگر نره. با امید سلامتی همه تان، خدا حافظ.